دوستان عزیز، امیدواریم که روزهای تعطیل رو خوش و خاطرمان و خصوصا با ثمر گذرانده شدید و چون این ایام شرایط مساعد فراهم می‌آورد تا نفرانی که با آزمون جمهوری فروغ اسپی دانای آمادگی می‌بینند باز بیشتر کتاب خوانند، باز بیشتر تیاری بینند و جهت شرکت در آزمون تیاری جدی گیرند. چون همیشه که تلویزیون باورستان با نمایندگان کمیته تدارکات آزمون، با اعضای حکمان و همزمان با اشتراکچیان بهترین آزمون در سال گذشته صحبت ها می‌آورد و جهت آمادگی نفرانی که در آزمون امسال میخوان شرکت ورزند معلومات پیشنهاد میکند و این زمان با دریافت با فرصت مساعد ما به استودیو دعوت کردیم ادبیاتشناس و شاعر سرمحرر مجله ملی ادبی صدای شرق استاد رستم وهاب را، چون استاد در آزمون سال گذشته در هیئت حکمان بودند در نامیناسیون خواندن و زیاد کردن میراث ادبیات کلاسیکی. و صحبت ما نیز دایر به همین نامیناسیون صورت میگیرد و شاید که با بعضی سوال‌هایی که بینندگان به ما وابسته به این پیشنهاد میکنند استاد جواب‌های مشخص گردانند. اگر به آزمون سال گذشته نظر افکنیم، خصوصا در بخش اول یعنی خواندن و زیاد کردن میراث ادبیات کلاسیکی، چون به مشاهده رسید که نفران اشتراکچی در دور نهایی نظر به دیگر نامیناسیون زیادتر بودند. یعنی این به هر حال گواه از آن می‌دهد که یعنی خصوصا از نورسی ما نسبت به ادبیات کلاسیکی ما بی‌طرف نیست. همین نیست؟ البته خواننده ادبیات کلاسیکی ما خیلی زیاد است و تعداد زیادی شرکت کنندگان سال گذشته هم در همین بخش حضور فعال داشتند. البته این از یک طرف شوق و رغبت و شهرت مردم خوانندگان به ادبیات قدیممان هست، از طرف دیگر شاید دسترسی بیشتری مردم به مواد ادبیات قدیم که برای چاپ و انتشار و دسترس کردن بیشتر همت گماشته شده است در این بخش. این عامل هم به تاثیر نیست، ولی البته اون اعتبار و اون علاقه سرشتی که مردم به ادبیات کهن دارد یک چیزی معلوم و مشخص است. و اگر که با سن و سال نفرانی که در قسمت نهایی شرکت ورزیدند در سال گذشته یک توجه کنیم، بیشتر خوانندگان مسائل تعلیمی بودند و یک قسمت دانشجویان. بله. منظور من است که دیگر قشرها اندک شاید که یا اونقدر آزمون رو جدی نگرفتند و یک چیز دیگر است که چون این گروهی که شرکت ورزیدند اینها بیشتر امکان دارند به خواندن، بیشتر امکان دارند به دسترسی ادبیات، چون همه روزه پای تعلیم هستند، پای تدریس هستند و پای آموزش هستند. بله، این از نظر تشکیلی هم یعنی اینها در هیئت‌های معین یعنی کلکتیوهای آموزشی هستند که برای در کار برنامه ریزی کردن و سفربر کردن و حاضر کردن آنها یک کار بسیار طبیعی و عادی تر است نسبت به اون که مردم بیرون از این دایره و این برنامه رو شما حاضر کنید، شرکتش رو در این برنامه تأمین کنید. البته اینها از هیئت‌های مشخصی که در مکتب‌ها و آموزشگاه‌ها هستند جذب شدن به این کار و نه همه‌شان البته دعوت شدند، بلکه خیلی از آنها داوطلبانه خودشان ضمن آشنایی با برنامه‌های این آزمون شرکت کردند. شرکت فعال، شرکت داوطلبانه، شرکتی دارای تشبث و ابتکار، این معلوم بود. خوب استاد، چون شما در هیئت حکمان بودید، البته هر یک اشتراکچی پرسیده میشد و قبل از اون که هیئت حکام با خلاصه بیان البته این مقایسوی بود، یعنی شاید نفر اندکی خوبتر میدونست، شاید نفر کمتر، شاید نفر زیادتر از زیاد کرده بود، شاید نفر کمتر. ولی به هر صورت از نگاه شما استاد آزمونی که سال گذشته گذشت و چون شما شاهد آن شدید، چی برتری داشت و شاید که چی نقصان ها هم داشت از نگاه شما؟ البته آزمونی که سال گذشته برگزار شد تجربه اولی همچنین آزمونی بود. برای یک تجربه اول در چنین سطح و در چنین گستره پهنا این رو میتوان موفقیت کامل دانست. اول اینکه این آزمون در هیچ سینه
و مانع برخورد نکرد، تعطیل نشد، پریشان نشد، برنامه‌هایش برهم نخورد و برگزار شد. این موفقیت اساسی است. دوم این که همه شرکت کننده ها با تشبث کامل، با آگاهی کامل، معرفت بسیار بالا، سطح بالا و بیش از این با محبت شرکت کردند. من در طول آزمون‌هایی که در جمهوری گذشته است و در دیگر کشورها هم مشاهده کردم، از نظر مؤثر بودند، تاثیرناک بودند، از نظر به کار آوردن همان نیروهای باطنی ذهنی در سطح یک تشبث‌های شخصی فردی، از نظر استقبال سراسری جامعه، از نظر اون صمیمیتی که در این کار بود، چنین برنامه رو در دیگر جا، نه در کشور خودمون نه در دیگر جا مشاهده نکرده بودم. من فکر این فکر رو همه طرف دارند. این رو همه دید، همه مشاهده کرد، همه احساس کرد. به گونه که این برنامه‌های این سبقت آزمون کتابخوانی مانند پربیننده ترین فیلم ها، پربیننده ترین کنسرت های هنری در تلویزیون ما نمایش داده میشدند و فکر میکنم که اون شب و روز اکثر بینندگان تلویزیون ما محض همین برنامه رو در تماشای خود انتخاب میکردن، نه چیزی دیگر رو. درست گفتید. پس از این مشاهده، پس از تماشای بینندگان، گمان میکنیم که علاقه محبت به کتاب، محبت به خواندن در دل اکثریت بیدار شد و شاید در دل اون افرادی که تا حاضر شاید که با سبب گوناگون کتاب به دست نمیگرفتن، علاقه دوباره این احیا شد. اگر میخوایم بگیم، میدونید بعضی‌ها میگویند که حتی این نظر هم وجود دارد که میگویند ما نباید کتابخوانی رو با جایزه کنیم. یعنی این باید که یک چیزی باشد که کسی از این راهگذر چیزی طمع نداشته باشد، گویا که اینجا طمع به میان میاد. این موضوع نیست. خود داوطلب طلب نکرده است، با کسی شرط نگذاشته است که با او برای خواندن کتاب حتما پول تیان. نه، او در سبقت شرکت کرده است و هر یک داوطلب هم احتمال برنده نشدن رو در عمق قلبش دارد، در دلش دارد. یعنی او حتما برای مزد کار نمیکند، ولی این جایزه ها، اینها یک نوع تقدیر هستند، یک نوع بالا بردن همون سطح اعتباری کتاب و کتابخوانی در نظر جامعه که تا اندازه بخواهیم نخواهیم مادی‌گرا شده است و بسیار چیزها از نظر مادی بها می‌دهد. شاید بار اول بود که یک کس دید که برای کتاب خواندن یک مبلغ خوب جایزه داده می شود. شما تصور کنید که برای یک کشتین یا فوتبال یا سبقت‌های دیگری که انسان تنها جسمش رو به کار می اندازد و حتی می تواند که تصادفاً یک کار شود که او غالب آید، چه جایزه هایی هست در دنیا، چه جایزه هایی داده می شود. حتی در همین سطح ناحیه های خودمان وقتی که سبقت های مثلا ورزشی گذرانده می شود، در یک سبقت مثلا کشتینگیری یا بزکشی چه جایزه هایی می گذارند، در چه سطحی؟ مگر 10 کتاب رو خواندن، هضم کردن، مضمون اون رو فرا گرفتن و بیش از این در حضور جمعیت بزرگ از اون گزارش دادن با اون روانی برایی زیبایی، ارزشش برابر یک کس رو از پا افتاندن نیست؟ یک کس بلکه بالاتر از آن است. 1000 بار بالاتر است. 1000 بار بالاتر است و این هرگز تقدیر نمیشد. با این چیز شاید که در دیگر جا، یعنی باید که انسان ها، جامعه احساس کند که دارایی ذهنی، لیاقت ذهنی، فطری، معنوی هم ارزش دارد. نه تنها ارزش معنوی بلکه ارزش مادی هم دارد.
یعنی میتواند که زندگیش رو با واسطه به کار بردن توانایی‌های فکری مغز خودش بهبود بخشد. از این گوشه هم باید نگاه کرد. بنابراین این سبقت از همه جهت، هم از جهت همایشی بسیار بزرگ معنوی که تعداد بسیار زیاد، شمار زیادی آدم‌ها رو در گرد خود متحد کرد، و هم از نظر اون صحنه‌سازی‌های معنوی که به نمایش گذاشته شد، و هم از نظر اون صداقت و صمیمیتی که در اطراف این نمایش با وجود آمد، و هم از نظر بالا بردن اعتبار معنویت، توانایی معنوی در جامعه، از همه نظر یک کار بسیار مؤثر و فوق‌العاده نتیجه بخش و پرثمر بود. یک نکته رو خوب اشاره کردید که شاید گفتید در مسابقه های خوب ورزشی عادتا گیریم، یعنی شاید تصادف شود، ولی این سبقت است که در این هیچگاه تصادف شدن سخت است. سخت است. بله. تصادف بسیار دشوار است که تصادف شود، چون که ده ها سوال داده می شود اونجا از طرف داوران. یک مدت طولانی او گزارش میکند اون کتابخوان و همه بیننده ها این رو مشاهده میکنند. یک چیز دیگر است، در همین نمینه ادبیات کلاسیکی از طرف اشتراکچیان توجه بیشتر به کدام ادیب، شاید بیشتر به کدام اثر بود از نگاه شما؟ البته حافظ، شاعران، نویسندگانی از همه محبوب و معروف ما: استاد رودکی، حکیم فردوسی، حافظ شیرازی، سعدی، کمال خوجندی و اثرهای نثر روایتی ما، حتی آثار دوران باستانی پهلوی که به زبان امروزه البته تهیه و چاپ شدند، اینها هم خواننده داشتند. یعنی در اینجا من فکر میکنم که آمادگی ها و مطالعات قبلی هم که در ذهن خوانندگان وجود داشت به کار گرفته شد. بگذار به کار گرفته شود، این هیچ مانعی ندارد. یک نفری که مثلا بدون اعلام آزمون سالهای سال کتاب خوانده است، چرا تقدیر نشود؟ بگذار شرکت کند و از او هرگز سوال نخواهد شد که این کتاب رو کدام سال خوانده است. مهم این است که اون رو در ذهنش داشته باشد. این مهم است، نه فراموش نکرده باشد. و چیز دیگر است که مثلا وقتی که خوب نفر یکون اثر رو، یکون داستان رو عموما اجازه یکون ادیب رو چند سال پیش خوند، با یک نظر تکرار کردن، لکه همون چیز باید البته به خاطر باید. البته اونهایی که پیشتر مثلا در سالهای پیشتر آن رو مطالعه کردند، مطالعه دوباره نه تنها آن رو به خاطر می آورد، بلکه باز نکته های نوی از آن باز می شود در ذهنشان. ذهن همیشه در حالت تکمیل است، فهم انسان همیشه رشد می کند. مثلا شاهنامه رو تمام عمر می شود خواند، تمام عمر پیوسته می شود خواند، یا حافظ رو تمام عمر پیوسته می شود خواند. چرا؟ چون که در هر خواندن معنی نوی برای شما رخ می نماید. از اون که همیشه فهم شما، شعور شما به طور طبیعی در رشد است، در حال انکشاف است، یک کتاب رو مثلا در نورسی، نوجوانی یک برداشتی از آن میکنید و در میان سالی یک برداشت دیگری باز کاملتری، مکملتری میکنید. همین طور است. اگر همین خیلی بینیم در مجموع فهم و درک ادبیات کلاسیکی ما آسان نیست، خصوصا که سبک‌های گوناگون، سبک خراسانی است و سبک هندی است و باز هر یک ادیب وابسته به مهارت ایجادی خود، وابسته به اون تخیل خود، مفهوم خود رو دارد. ولی انا همین در مجموع فهمیش آثار نیاگان، آثار کلاسیکی از جانب اشتراکچیان از نگاه شما چگونه بود؟ خوب بود، تا حدی که مثلا بحثا از انتظارمون بالاتر بود. مثلا سوال برای امتحان من خودم از مثنوی معنوی یک شرکت کننده، یک طالبه مکتب میانه رو دو سوالی بسیار برای اون سن سال مشکل رو از مثنوی معنوی که اون رو گزارش کرد
دادم. از نگاه کنجکاوی. بله، با هر دو سوال ها جواب داد و معلوم بود که خیلی خوب هضم کرده است و خیلی خوب میفهمد. در نهایت یک کلید اصلی درک فهم این معانی این اصول زبان است. اگر زبان رو داند، اگر از سر کلمه و سرسری نگذرد، کلمه ای رو که واقعا نفهمید اقرار کند که نمیداند و از فرهنگ ها جستجو کند بداند، در 80% موارد معنی متن رو میفهمد. بیشتر مواردی که ما به معنای متن نمیرسیم از ندانستن معنای کلمه و عباره ها است. البته جایی که همیشه شاید که اون یک تلمیح هست، یک اشاره است، یک چیز خاص است، اسطوره است، این مورد ها هم باید جستجو کرد. خوشبختانه زبان ما همون زبانی است که بزرگان ما با اون آثار رو تالیف کردن. یعنی امروز هم ما با همان زبان گفتگو میکنیم. اون زبان طی شده، کهنه شده، ارخیستی نیست، زنده است. این روز موفقیت ما هم در همین است. ولی البته خیلی غنی‌تر است. ذخیره هایی که در آن کتاب ها استفاده می شوند، ذخیره های واژگانی، ذخیره های اصطلاحات، زبان، چیزهایی هست که در برابر آن کلمه های مقرری که ما هر روز استفاده میکنیم، باز اصطلاحات و کلمه هایی هست که ما شاید بار اول در آن کتاب ها میبینیم. از پای معنی کشایی آنها باید شد. یعنی ما این تاکید رو داشتیم در آزمون سال گذشته، ما این تاکید رو داشتیم در توصیه هایی که هم در جمع بسته این آزمون شد. باز همین توصیه از طرف شرکت کنندگان، هیئت داوران صدا داد که شرکت کنندگان وقت بیشتری گذاشته شود برای بررسی اون فعالیت شرکت کنندگان از نظر معنی رسی آنها. یعنی معنی آثار خوانده شده باز بیشتر تفتیش شود که اون چیزی رو که حفظ کرده است، از یاد کرده است، اون رو بداند که چی است. ولی حتی اگر نداند هم خوب است. همون حفظ کردن خودش یک کار است. دانستن اون یک کار دیگر است. چرا؟ چون که وقتی که اون در مغز خود اون متن رو جمع کند، حتما روزی می آید که اون رو هضم میکند، میفهمد، با درک معنی اصلی اون میرسد. اون چیزی که در ذهن هست البته به مراتب بیشتر از اون چیزی است که در رف کتابخانه است. همیشه روی اون میتوانید فکر کنید، همیشه در پیش نظرتون است، در همه حال اون در دست شما است. حتی از همین حفظی به واسطه آثار هم باید استفاده کرد که در سیستم آموزشی مکتب کهنه ما البته یکی از نقصهای آن قاری از یاد میگویند، یکی از نقصهای آن یادآوری می شود، ولی در اصل یکی از فضیلت‌هایش هم میتواند حساب شود که پاره‌های بسیار بزرگی متن در زمانی که بچه مغزش برای از یاد کردن و فرا گرفتن این متن‌ها لیاقت فوق‌العاده‌ای دارد که در سن و سال‌های بعدی ندارد، اون کار رو انجام می‌دهد. اون گنج رو با خود می‌گیرد. بعد روی اون کار می‌کند. روی اون دیگر در یاد خود، در ذهن خود کار می‌کند. و مثال حافظه خود استاد رودکی. ابو علی ابن سینا میگوید که در پایان عمرش در رساله سرگذشت می‌نویسد که همه دانشی که من امروز دارم تا 20 سالگی اون رو فرا گرفتم. همه دانشم تا 20 سالگی و بعد از 20 سالگی تنها با اون تجربه علاوه شده است، اضافه شده است. یعنی رودکی حافظ، خب ما میگوییم در 7 سالگی قرآن رو از یاد کرد یا کتاب‌های بزرگی رو حفظ کرد، از یاد کرد. از این لیاقت‌ها در این سن و سال باید استفاده کرد.
باید هرچی بیشتر حفظ شود. من همین دیروز در صحیفه اینترنتی یک حکایت کوتاه رو از سرگذشت محمد غزالی دانشمند بزرگی عهد نظام الملک از توس گذاشتم. بعد از تحصیلات زیاد سالهای طولانی در مدرسه او با کاروان همراه می شود و همه نوشته های اون درس هایش را با خود می گیرد در یک توبره و این کاروان همراه می شود که به زادگاهش توس رود. ولی این کاروان رو در راهزنان غارت میکنند و از جمله این توبره این رو با این نوشته هایش که ما امروز کنسپکت میگوییم میگیرن. این با التجا و زاری از اون سرور راهزن ها خواهش میکند که اون نوشته هایش رو که همه حاصل عمرش هستند، همه دانش اندوخته‌اش هستند، آنها رو با او برگرداند. بعد اون سرور راهزنان میگوید که این چی هست؟ این چی دانشی هست که این چی حاصل عمری هست که آن رو در خب کیسه جا کرده شود، در توبره و کسی آن رو بتواند از تو بره باید یا حادثه بتواند آن رو نابود کند. این چی ارزش دارد؟ و آن رو در پیش غزالی می اندازد که بگیرین چیزهای به ارزش. غزالی میگوید که این بزرگترین درسی بود که در زندگیم به من داده شد و وقتی که به منزل رسیدم تا همه این کاغذ پاره هایی را که درس های نوشته من بودن کاملا از خود نکردم، هضم نکردم، از اون خلوت بیرون نآمدم. یعنی اون دیگر وقتی که انسان کتاب را از خود میکند واقعا فرا میگیرد، واقعا اون دانش رو در سرشت خود، در باطن خود، در مغز خود جا میکند، آنگاه مال او میشود. تا اون موقع اون مال او نیست. یعنی همون سن سال نفرانی که در همین آزمون بودن شاید که اگر امروز حفظ کردن پس از چند مدت دیگر البته بعد به فهم درک شاید روند. بله، ما مثلا غزل های داریم از حافظ که اون رو در دوره مثلا مکتب میانه خواندن، صنف های پایانی حتی از یاد کردیم. همون عرب ها یک مقال دارن که علم در خردی مانند نقش در سنگ است. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. و باقی میماند. امروز اون در ما است. ما به معنای اون کاملا سرفهم میرویم. اون جایی رو که نمیدونستیم برای ما باز میشود، گشوده میشود. مهمش این است که در مغز ما است. یا از نصر روایتی یا شاهنامه حکیم فردوسی که من مثلا شخصا از 6 سالگی 7 سالگی شنونده آن بودم و از 10-12 سالگی دیگر خواننده آن بودم. این کتاب بودم. اینها رو ما بگونه در یادمان هست، ولی باز گوشه های دیگری از آن، حکمت های دیگری از آن برای ما باز می شود. مواد در وجود ما هست، در ذهن ما هست و همیشه روی آن مغز ما بعضا حتی به طور ناخودآگاه کار میکند و معنی‌های برای ما باز می شود. یعنی از اون لیاقت هایی که در سن و سال کودکی هست و مغز مانند گرگ گرسنه همه چیز را فرو میبرد، از آنها باید کار گرفت. آنها خسته نمیشوند، آنها تمام نمیشوند، آنها پایان ناپذیرند و هر قدر که بیشتر، حالا بعضی ها میگویند که با کودکان لطمه ذهنی وارد می شود. این نادرست است. میگویند که حتی بزرگترین مغز متفکر دنیا در تمام طول عمر شاید که بتواند 8% لیاقت های مغز خودش رو استفاده برد. یعنی اون 92% دیگر خفته باقی میماند با همه تلاش و کوشش. و معینه تنبل می شود. تنبل می شود. هر قدر بیشتر اذیت کند همان قدر قوی می شود، همان قدر رشد می کند. این امکانیت هاش به آخرند. از اینها استفاده عاقلانه باید کرد. خب استاد،
شاید که از آزمونی که گذشت باز به آزمون برگردیم، یگان اپیزود یا شاید شرکت یگان نفر در خاطر شما در ذهن شما موند؟ یک نفر اعتراض کرد که به او جایزه ندادن. یک کودک بود، خرد بود، شاید که صنفی 4 یا 5 بود. گفتم که خیر تو جنجال نکن، تو رو یک چیزی می نویسیم، یک جایزه برای تو میدیم. گفت جایزه برای من در کار نیست، من برای جایزه نمیگویم، من این طلب من محض برای جایزه نیست، باید که اون لیاقت من با همون اندازه که بود قدر شود. همین من برای جایزه اش نمیگویم. کودک خورد ماید. این البته چیز صمیمیتی رو نشون میده، صداقت و همون رغبتی او رو به کتاب نشون میداد. یا چند نفر دیگر همین خیل نفرهایی بود که البته متاثر میشدن، گریه میکردن. نفرهایی بود که البته با وجد می اومدن. بعضا حالت اونا رو شما مشاهده میکردید، احساس میکردید که وقتی که شعر ادبیات کلاسیکی ما رو میخوند یک حالت فوق‌العاده به او دست میدهد، در یک حالت فضای دیگر است. این رو حس میکردید، میدیدید. و بسیار لحظه های جالب بودن، لحظه های خاطرمان بودن، شاد بودن. یک نوع عید دانش و کتاب و فرهنگ و جشن تنتنه بود. البته از یک طرف سبقت بسیار شدید بود که باید همراه با عصبانیت و با نارضایی و چی باشد، ولی از بس که اون ماده خیر یعنی کتاب و معنویت رو همراه داشت، همه این چیزها با یک شادی و نشاط و خرسندی تبدیل میشدن. بسیار خوب بود. و امسال علاقه آزمون آغاز یافت و البته امسال امکانات ها باز بیشتر شد. یعنی هم امکانات من در نظرم جهتی هوسمند گرداننده قالیبان، هم نامیناسیون ها شمارهشون با 5 رسید. یعنی اینجا باز نامیناسیون شاعری لابه شد. وابسته به همین روندی آزمون امسال که قسمت یکم به آخر رسید، مراجعت، مصلحت گرفتن به شما می شود؟ شما با اتفاق نویسندگان؟ بله می شود. سوال میکنن به کجا مراجعت کنیم، در کجا نام نویس کردن ممکن است، دوره ها کی برگزار می شوند. و بعضا پیدا کردن کتاب چیزی اثری، این چیزها می شود. البته خوب شد که این طبقاتی شد و مثلا سال گذشته این از مشاهده های سال گذشته بود که بعضا خیلی می شد که یک طلبه صنف 6 در حال رقابت با یک اسپیرانت یا ماگیستر قرار میگیره. البته اینجا یک نابرابری با وجود می آمد. اگر می خواستید که برای سن و سالش با او امتیاز دید، این ناراضی می شد. این خیلی مورد ها. بنابراین این با طبقات جدا کردن، با گروه های سن و سالی و درجه آموزش رو به اعتبار گرفته تقسیم کردن گروه ها بسیار کار خوب شد. البته این همراه برای این کار رو انجام دادن مبلغ های اضافی هم باید در نظر گرفته می شد که در نظر گرفته شد و از همه نظر تأمین شد و حتی جایها بیشتر شد. جایهای دوم و سوم اضافه شد چند نفر. این همش از تجربه سال گذشته بود. یعنی اون ثمر داد. باز در امسال باید که خیلی بهتر و مکملتر برگزار شود. وابسته به روند آزمون امسال شما یگان اندیشه خودتون رو دارید یا که عموما که چون حال قسمت دیگر نیست؟ البته ما در اونجا در جنبه همون آزمون سال گذشته گفتیم، خصوصا با راهنماها، مربیها، اونهایی که مسئول تشکیل و برنامه‌ریزی این آزمون ها هستند که همزمان با بچه ها یاری رسونن. از همه مهمش در بخش دسترس کردن کتاب ها. بله.
اون بچه کتاب مهم این است که کتاب در دستی داوطلب باشد. یک دیگر این که انتخاب کتاب ها متاسفانه با وجود اون که برنامه بسیار مفصل است و حتی مؤلفان هم بسیار وقت نوشته شدند و بیرون از آن مؤلفان هم البته نویسنده ها و شاعران بزرگ داریم که اونها رو میتوانند به اعتبار بگیرن، ولی بعضا بچه ها اون وقت عزیزی، وقت گران ارزش خودشون رو روی کتاب های تماما به ارزش گذاشته بودن. اینجا اکنون دیگر کاری انا همون راهنماها، رهبرها، برنامه‌سازها و ناظران است که نگذارند که بچه ها چیزهای خام، مؤلفان تصادفی، کتاب های تصادفی رو به دست گیرند و وقت خودشون رو هدر دهند. چون که امروز مطبعه های زیاد پیدا شده است که هر چیزی رو بخوان میگیرن، مقاومه بندن، کتاب با عنوان کتاب با ما معرفی میکنن. نه همه اونها کتاب هستند، نه همه اونها قابل خواندن و مطالعه و تلف وقت هستند. ما حساب کردند، حتی گفتند که اگر یک نفر از نماینده فرهنگی ما از زمانی که سخن رو میفهمد برایش کتاب قرائت شود و وقتی اون که خودش خواندن یاد میگیرد به دستش کتاب بگیرد و بخواند تا آخر عمرش، خدا عمرش دهد 70-80 سال، فقط کتاب بخواند، فقط شاه اثر میخواند در ادبیات ما، در فرهنگ ما. یعنی اینقدر زیاد است در ما آثار بزرگ، آثار آموختنی. اکنون مثلا شاهنامه رو ما یا گلستان رو یا دیوان حافظ رو یا اینکه آثار استاد ترسونزاده، مومن قناعت اولوغزاده، استاد صدرالدین عینی رو مثلا یک طرف گذاشته، یک چیزهای تصادفی رو، ناشناخته رو وقتمون روی اون گذاریم و اون رو خونیم، اون رو معرفی کنیم. البته این جبر است، برای خودمون جبر است. بله استاد، خب حالا که امسال آزمون آغاز یافت و ما باور داریم که امسال از آزمون با مجرای نسبتا نو حالا که آغاز شد و ادامه می‌یابد تا جنب است و ببینید یک عقیده بود که گویا که سالهای اخیر مردم ما عموما قریب که رو به کتاب نمی‌آورده باشند، ولی خصوصا این برگزاری آزمون و جنبست آن در سال گذشته نشان داد که به هر صورت مردم این خیر نیست. مردم ما همیشه کتاب رو پست می‌دارد و پست می‌داشت. شما چه نظر دارید؟ بله، مردم ما مردمی اهل کتاب است. هیچ کس به عنایت و به اعتقاد و به طرف نیست نسبت به کتاب. من پیشتر در این باره مثلا هفته‌نامه جمهوریت یک نظرپرسی برگزار کرده بود، شاید 5 سال پیشتر. اونجا به صورت یک مطلب گفته‌های ما به چاپ هم رسید، تنها با سرلوحه تنها دلسوزی و اقدام باید. اونجا من گفته بودم که کتاب بین خواننده ما و کتاب فاصله افتاده است، یعنی دستی خواننده به کتاب نمیرسه. باید که این فاصله برهم داده شود. مردم ما به کتاب بسیار شوق و رغبت دارند. اگر برنامه سازی های شود و خصوصا اگر اقتصاد کتاب از نگاه اقتصادی، از نگاه بازاری، از نگاه تدبیری مثلا تجارتی حتی اگر کاری شود که این فاصله از بین برداشته شود، اونگاه پیوند مردم با کتاب دوباره بلکه بیشتر از هر دوره دیگر برقرار کرده می شود. ما این رو دیدیم، ما این رو پیش از در مقدمه و آستانه برگزاری این آزمون هم در همین کاروان‌های کتاب که از برنامه دولتی بود، این هم از سطح بالا جاری می شد. کاروان‌های کتابی که
با فروش کتاب اختصاص یافته بودند و استقبال مردم از آنها و خصوصا در همین سال گذشته اوج آن همین فروش و اولی سال جاری فروش کتابی که از طرف نشر ادیب برگزار شد در مرکز کشورمون و در منطقه ها همه دیدند، همه مشاهده کردند که مردم با چه شوق و رغبت کتاب رو نه تنها هدیه میگیرد، هدیه گرفتن یک طرف، کتاب رو میخرد، خریداری میکند. چقدر دسته دسته تل تل کتاب میخریدن. یعنی این هست، این چیز موجود است و همین آزمون این چیز رو مانند همان چیزی که مثلا ولکانی که میگویند در زیر زمین نهفته است دوباره رو برآورد. دیدیم که چه فواره عظیمی در وجود این مردم نهفته است در مسئله استقبال از کتاب و فرهنگ و بله. تشکر استاد. گمان میکنم که نفرانی که توجه به کتاب، به ادبیات، به خواندن و به شرکت در آزمون امسال دارن علاقه به خود خیلی مسئولیت ها گرفتن، یعنی میدونن که کدام کتاب رو خوندن در کار چی باید کرد و وابسته به شاید بعضی نمونه های ادبیاتی که در آثار کلاسیکان هست، شاید در صحبت های دیگر استاد به شما باز بعضی صحبت ها رو یعنی البته به طور مشخص می شود گفت که مثلا اگر ما نامزد کنیم آثار محوری گذشتگانمون رو، البته که اول استاد عبدالله رودکی هستند که آغاز ادبیات ما هستند. 1000 بیت رودکی رو من باری گفته بودم که همه ما باید از یاد دانیم. همگی 1000 بیت است. اون رو هر تاجیک باید از یاد دانه. این ارزش رو داره. بعد اون شاهنامه فردوسی است. شاهنامه فردوسی به سر خود یک ادبیات است. حتی برابر ادبیات جهان است. برابر تمامی باقی ادبیات جهان از زمان پیدایش ادبیات تا امروز است. خب مثنوی معنوی مولانا و دیگر آثار ارزشمندشون، خب خمسه های برجسته که در ادبیات ما است تا 7 اورنگ جامی، خمسه نظامی شروع می شود، خمسه امیر خسرو دهلوی و 7 اورنگ جامی و دیگر چیزها در این، یعنی داستان های مشهورترین ادبیات ما. نثر روایتی ما، نثر بسیار دلکش، دلنشین، دلچسب، جذاب و در عین حال خزینه به پایان زبان شیرین مادری ما. 1001 شب، سمک عیار، 4 درویش، حاتم طی، جامع الحکایات، همه اینا. خب البته حافظ، سعدی، مولانا جامی، بدیل، امیر خسرو، خب این یعنی زبده شاعران و نویسندگان ادبیات ما. اینها رو ما از برنامه‌های تعلیمی کتاب درسی هم میتوانیم به طور سرشناس بدونیم، جدا کنیم، بگیریم. بگذار اثرهای دیگری هم باشد که انسان در جریان زندگی خود مطالعه کند، ولی اول ما با این مبدأها، با این سرچشمه هایی که خود این سرچشمه ها در برابر زندگی مردم باز منبع آثار دیگر شدن، واسطه خلق آثار دیگر بعدی شدن، اینها سرچشمه هستند. با اینها توجهی 2 برابر و چند برابر باید کرد. استاد، ما این زمان توسط تلویزیون بهارستان یک نامگوی نمونه ادبیات ها رو برای خواندن از ادبیات معاصر و ادبیات جهان برای کودکان نوجوانان پیشنهاد کردیم و در نظر داریم که همین گونه یک رویخط نمونوی ادبیات
محض برای کودکان نورسان از ضوابط کلاسیکی نیست پیشنهاد کردیم. البته با همکاری اتفاق نگانتوششان از جمله با شما خواهد شد صورت گرفت که یعنی یک راهنما شود برای کودکان نورسانی که یعنی دونه که در همین سن سال کدام اثرها با گویم که با فهم و با درک و با ذهن آنها موافق است. البته برای یک چیز نگفته نماند که برای بچه‌هایی که سن سال پایین‌تر هستند آنها راهنمایی می‌خواهند. با آنها باید کار کرد و آنها باید هدایت شوند و همراهشان باید کسی کتاب خواند. آنها به تنهایی می‌توانند مثلا کتاب‌هایی که در حد فهم خودشان است آنها رو به تنهایی خوانند، بعد مثلا با آنها فهمانده شود بعضی چیزها. ولی اکثرا همزمان با آنها نشسته کتاب خواندن در کار و هر نکته‌ای که پیش می آید برای آنها لازم است آن را شرح دادن در کار است. مثلا مثنوی معنوی حکایت ها و تمثیل های دارد که از آنها مثلا برای یک بچه صنف 3 4 5 چیز زیادی می شود پیدا کرد که برایش خواند و شرح داد. اون چند سطح دارد، چند قشر دارد. یک قشری دارد که تو همون سن سال است. قشر عرفانی اون رو ما دیگر در اون سن سال دشوار است با اون بازگو کردن. ما در همون قشر معمولی که تجربه زندگی است، یک حکمت زندگی و روزگار است، تا همونجا میرسیم برای او اکتفا میکنیم. این کار است. یا شاهنامه فردوسی یا که از آثار نثری روایتی در دوران شوروی با همه نقص و کمبود که یاد می شود، گزینش متن ادبی یک کار فوق‌العاده عالمانه و عاقلانه انجام می شد. بسیاری از آثار برجسته ادبیات ما برای مکتب میانه، برای عموم خوانندگان طوری برگزیده متن‌ها انتخاب می‌شدن و پیشکش می‌شدن که هیچ جای نگرانی نبود. یعنی مثلا بدایع الوقایع زین‌الدین محمودی واصفی رو بگیریم. من یاد دارم دانشجو بودم وقتی که استاد رسول عادی‌زاده در دانشگاه ملی تاجیکستان با ما یک ملاقاتی داشتن، من سوال کردم که چرا متن کاملش چاپ نشده است. بعد سوال کردن که پسرم آیا متن کامل آن را شما خواندید دیدید؟ گفتم نه. گفتن که در کتابخانه فردوسی است، آن را بینید، خوانید یک بار، بعد نظر خودتان رو بعد پیش خودتان ماند که آیا همین چیز به همین شکل کامل چاپ شود یا نشود. من رفتم از کتابخانه فردوسی متن کامل آن را به حروف فارسی خواندم و دیدم که واقعا برای طلبه ما، برای مکتب ما، برای خواننده ما آن را در شکل کامل پیشنهاد کردن ممکن نیست. اون به طور تنقیح و صرافانه باید انتخاب شود آن متن و پیشکش شود. این نوع چیزها بسیار هستند. حتی در گلستان سعدی معلم اخلاق است، معلم اخلاق نام دارد، معلم بشر، ابو اخلاق، معلم اخلاق. بله. ولی در گلستان سعدی حکایاتی هست که آن را برای طلبه داده نمی شود، آن باید انتخاب شود. این رو نباید فراموش کرد. این اصلهای برنامه‌ای که مثلا در زمان شوروی در سیستم چاپ کتاب و آموزش در ما بود، چیزهای مثبتی دارد که آنها هنوز قابل پیروی هستند و کتاب خواندن بچه‌ها باید که همیشه باید هدایت شود، سرپرستی شود، نظارت شود. این چیز و یاری شود در عین حال. مثلا یکی از موفقیت‌های بسیار خوبی بچه‌های دانشمند خوبی ما، شاعر خوبی ما عبدالله رهنما در سال گذشته، انا همین هدایت شدن آنها، راهنمایی شدن آنها و مساعدت با بچه‌ها در وقت مطالعه کتاب و انتخاب درست، انتخاب درست. تشکر استاد. و البته این مسئولیت واقعا هم با منفعت هر یک اشتراکچی است که این سال دراز میخواد که سبقت کند و با اون نفرانی که جهت انتخاب شاید که تنقیص کشن. ولی با همین صحبت ما پایان نمی‌یابد و ما با استاد
دویر به پهلوهای دیگری انتخاب اثرها و شاید دویر به جزئیات بعضی اثرها من بعد نیز صحبت‌ها را دوام می‌دهیم. و در اینجا صحبت ما با استاد رستم وهاب ادبیاتشناس و شاعر همزمان سرمحرر مجله ملی ادبی صدای شرق به انجام میرسد. باقی اگر شما واقعا جهت شرکت در آزمون اقدام گرفته باشید، پس مسئولیت‌های مهمانان ما به شما البته کمک خواهند کرد. تا بازدید.